درود، من معراج هستم و شما شنونده قسمت دوم از فصل اول پادکست آگاه هستید. ما توی قسمت اول این فصلمون گفتیم که میریم سراغ نامه مستند یکی از دانشجویان پیرو خط امام، ماجرای پشت پرده گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران. توی شماره قبلی، شماره 101 این روزنامه، ما بررسی کردیم چه حال و هوایی بوده، چه اتفاقایی بوده، چه پیش زمینه هایی داشته و حالا بریم سراغ قسمت دوم از این. خب، تدارک حمله به جاسوسخانه آمریکا. بنیان تشکلی که بعدها نام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گرفت، اگر بتوان اسم تشکل روی آن گذاشت، داخل پرانتز این حرف رو زده. خب، یه دید کلی اگر راجع به سازمان مجاهدین خلق داشته باشید، این که خیلی حساسن که هر تشکلی، هر گروهی نیاد به خودش سازمان بگه، نیاد به خودش تشکل بگه، همه رو پایین تر از خودشون میبینن، خودشون رو بالاتر از دیگران میبینن، حتی حالا که اصلا قدرتی ندارن، توده های مردمی ندارن، کانون های اجتماعی ندارن، باز همین توهم رو دارن. خب، ادامه بدیم. به روزی باز می‌گردد که 70 الی 80 نفر دانشجویان وابسته به انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها به دیدار امام رفتند. بعدها هم تقریبا همین عده در جلسات پرسش و پاسخی که روزهای سه‌شنبه توسط آقای خامنه‌ای در مسجد دانشگاه تهران برگزار می‌شد شرکت می‌کردند. خب، حالا یه دید کلی بیشتری به دست آوردیم در این رابطه که اون دانشجوهای پیرو خط امام هم با رهبر اول انقلاب دیدار داشتن، هم با رهبر دوم انقلاب دیدار داشتن و میتونه زمینه سازی کنه برای حمله به سفارت در ذهن اونها این دیدارها و تاثیرگذار بوده قطعا. ادامه بدیم. بعدها هم تقریبا همین عده در جلسات پرسش و پاسخی که روزهای سه‌شنبه توسط آقای خامنه‌ای در دانشگاه مسجد تهران برگزار میشد شرکت میکردن. خب، که خوندیم افرادی که بعدها جزو چهره‌های سرشناس دانشجوی پیرو خط امام در آمدند، نظیر الف نیز در این جمع حضور داشتند. پس از ملاقات با امام، افراد نظیر الف از دانشگاه صنعتی، ب از دانشگاه تهران و میم از دانشگاه پلی‌تکنیک دفتر تکوین وحدت را به وجود آوردند که هنوز هم تقریبا فعالیت دارد و گاه و بیگاه اعلامیه می‌دهد. حدود یک هفته قبل از اشغال لانه جاسوسی، طرح جریانات حمله به موسوی و آقای الف افراد دیگر نظیر میم ر، یکی از مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند تن از دانشجویان ریخته شد. پس از این مسئله به مرور برخی دانشجویان مورد اعتماد انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌های مختلف در جریان قرار گرفتند. در صحبت‌هایی که گفته میشد که بازرگان تا به حال عدم توانایی خود را نشان داده و موج نارضایتی در حال افزایش است. اگر ما کاری نکنیم، مجاهدین و گروه‌های چپ این کار را خواهند کرد. خب، این خیلی برای من جالبه از این لحاظ که توی اون دوره زمانی از انقلاب حالا تا به قدرت رسیدن کامل افرادی که الان به قول معروف حاکم هستن، خیلی رقابت برای ضد امپریالیستی بودن بوده. یعنی مثلا کی بیشتر ضد امریکاست، یا مثلا کی بیشتر ضد مثلا امپریالیسمه. طبیعی هم بوده، کشور سالها مثلا زیر تیغ امپریالیسم بوده و حالا این فورانی که به وجود اومده حاصل اونه. ولی خیلی جالبه که میگن اگه ما عمل نکنیم یا مجاهدا میکنن یا گروه‌های چپ. حالا ادامه بدیم. ولی عمده 400 نفری که قرار بود این طرح را عملی سازند، صبح روز 13 آبان در جریان قرار گرفتند. ناگفته نماند که تعدادی از این دانشجویان نظیر من از درس‌هایی که این حرکت را پشت پرده هدایت می‌کنند خبر نداشتند و جو حاکم و نظر عمومی این بود که میبایست اقدامی علیه آمریکا صورت گیرد. خب، یه مسئله‌ای ببینید، این داره به ما یه چیزی رو میرسونه. ما همیشه توی ذهنمون این بوده که به قول معروف
دانشجوهای خط امام خودجوش به در سفارت آمریکا ریختن، خودجوش اعتراض خودشون رو عمل کرد. این واژه خودجوش بازترش که بکنیم یعنی عدم هماهنگی داشتن، یعنی خودشون این کارو کردن. ولی با توجه به این چیزی که ما اینجا میخونیم میبینیم اینجوری نبوده. یه کمیته مرکزی انگار بوده که اول اون طرح رو ریخته، فکر کرده بهش، یعنی پردازشش کرده، شالوده‌شو در آورده، بعد اون 400 نفر نیرویی که اجیر کرده بودن یا اصلا داشتن، اجیر فکر کنم واژه مناسبی نیست، اصلا 400 طرفداری که داشتن رو صبح روز 13 آبان مطلع کردن. این خب صبح روز 13 آبان مطلع کردن خب چند تا دلیل داره. یکی این که خب عملیات لو نره طبیعتاً و توسط گروه‌های دیگه زودتر عمل نکنه، همونطور که خودش اشاره کردش به گروه‌های چپ یا مجاهدین خلق. خب ادامه بدیم. من تا قبل از این جریان هم برخی از موضع‌گیری‌های انجمن اسلامی ناراحت بودم و گهگاه نسبت به آنها اعتراض می‌کردم، از جمله انحصار طلبی‌ها و ضدیت‌های بی‌مورد آنها گاهی خیلی ناراحت می‌شدم. به همین دلیل هنگامی که صبح روز 13 آبان به ما و چند دانشجوی دانشکده‌های دیگر گفته شد که اگر ظرف همین امروز و فردا به سفارت آمریکا حمله نکنیم احتمال دارد که جنبشی‌ها و فدایی‌ها این کار را انجام دهند. خب یه توضیح اول بدیم. جنبشی‌ها و فدایی‌ها، جنبشی‌ها معمولاً این طرفدارهای اون موقع حزب جمهوری اسلامی یا همین حال، جنبشی ها منظورشون مجاهدین خلقه، یعنی گروه مجاهدین خلق رو جنبشی میگفتن. فدایی ها هم معلومه عمده گروه های چپ رو فدایی، ولی اینجا فکر میکنم علل خصوص داره به چریک های فدایی خلق اشاره میکنه. ولی اگه بخوایم کلا ببینیم جنبشی ها میشن مجاهدا و فدایی ها میشن گروه های چپی، گروه های مارکسیستی هستن، این شکلی بگیم. زیرا نمیخواستم یک چند عمل مهمی از ابتدا بر ضدیت و دشمنی با مثلا مجاهدین استوار باشد. ببینید خیلی جالبه که این کسی که داره این حرفو میزنه فرقی میان مجاهدین و حالا در مقابل حزب جمهوری اسلامی نمیدیده. این فرد نمیدیده فرقی، میگفته ماها با هم انقلاب کردیم. ولی خب تضادها بین حزب جمهوری اسلامی نظیر آیت الله بهشتی و مجاهدین خلق مسعود رجبی کاملا آشکار بوده اون موقع. اینها رقابتی انگار بر مثلا قبضه کردن انقلاب یا مثلا به حاکمیت رسوندن رئیس جمهور از حزب خودشون داشتن، که حالا دیدیم که اولین رئیس جمهورم آقای بنی صدر از با طرفداری مجاهدین خلق، چون نمیدونم حالا خودش هیچ وقت مجاهد شد نشد، ولی با طرفداری مجاهدین خلق آقای بنی صدر اولین رئیس جمهور شد. آنها اگرچه استدلال میکردن که تنها امام است که ضد آمریکایی است، بنابراین ما باید تمام گروه ها را خلع شعار بکنیم. این سوال در ذهن من به وجود آورده بود که آیا مگر هیچ گروه و سازمان دیگری حق مبارزه با آمریکا را ندارد و آیا مبارزه با امپریالیسم را هم باید انحصاری کرد؟ خب حالا اینجا یه سرتیتر دیگه ای زده، انحصار مبارزه با امپریالیسم. آنها برای جلوگیری از نفوذ و ورود دانشجوهای دیگر، منظور دانشجویانی غیر از انجمن اسلامی، و در واقع برای اینکه کنترل جریانات را تا به آخر در اختیار خود داشته باشند تا مبادا مهار آنها از دست خارج گردد، تمام مقدمات لازم را فراهم آورده بودند. برای این منظور کارت‌های کوچکی به هر یک از ما داده شد که در آن وظیفه بعدی ما در سفارت نیز مشخص بود، با بازوبندهای مخصوصی هم که در اختیار ما قرار گرفت تا در طول مسیر به بازوهای خود ببندیم. علاوه بر این برای جدا کردن صفوف خودمان از دیگران عکسایی از امام را نیز در اختیار داشتیم که میبایست آنها را به سینه نصب میکردیم. سفارش اکیدی میشد که افراد غیر خودی وارد جمع ما نشدند. بدین ترتیب حرکت خودجوش و خودانگیخته بود. ببینین خودش داره اینجا تیکه میندازه دیگه، میگه یعنی این هماهنگی عقب بوده، هماهنگ کردن که دیگران نفوذ نکنن که فلان. خودش هم که دیدی تیکه انداخت. جوانان مسلمانی که به اصطلاح از جنایت آمریکا به تنگ آمده بودن
آغاز شد. خودخواهی و انحصار طلبی از همان آغاز به چشم می‌خورد. به راستی خنده آور از کسانی که با کلمه امپریالیسم برای اولین بار در حرف‌ها و کتاب‌های مجاهدین آشنا شده بودند، البته اگر قبل از انقلاب جرأت می‌کردند و نیم نگاهی به جزوات و اعلامیه‌هایی که در دانشگاه پخش می‌شد می‌انداختند، والا اکثر آنها هنگام پخش اعلامیه فرار را برقرار ترجیح داده و از 100 قدمی آنها هم رد نمی شدن. البته خب نباید قصور و اون نظر شخصی خود مجاهدا هم توی این مطلب نادیده گرفت. قطعا قصور داشتن، قطعا از قصد اینجوری نوشتن. شاید 100% این موضوع یا این روزنامه‌ای که ما داریم میخونیم 100%ش مستند نباشه. خب طبیعیه، چون به هر حال از طرف جانب کسانی چاپ شده، ولی خیلی چیزا داره که به قول معروف میشه جدا کرد از این و بهش قشنگ پرداخت. مثل همونی که فهمیدیم موضوع خودجوش نبوده، مثل اینکه کمیته مرکزی طوری داشته و حالا غیره. خب ادامه بدیم. به هر صورت برنامه‌ها از قبل چیده شده بود. همانطور که گفتم اکثر بچه‌ها صبح 13 آبان در جریان قرار گرفتند. کروکی سفارت، نقشه ساختمان‌ها و نقشه دقیق مراکز مختلف در سفارت که از طرف دستاندرکاران و گردانندگان اولیه تهیه شده بود صبح آن روز در اختیار بچه‌ها قرار گرفت و همه توجیه شدند. اینکه این نقشه‌ها را کجا داشتن برای من جالبه، چون قدرت سیاسی این افراد نداشتن. اغلباً بعد از این داستان قدرت‌های سیاسی کم کم بهشون رسید، ولی به هر حال کسایی بودن که به اینا نقشه رو رسوندن، چون نمیتونن خود جوش برن این نقشه ها رو. اصلا کروکی ساختمونی مثل سفارت امریکا که اون همه به قول معروف بعدها توش اسناد جاسوسی، ساختمون‌های جاسوسی و فلان و اینا در اومد، کار راحتی نبوده مخصوصا تو اون شهر. خب یه سرتیتری زده عملیات گروگانگیری چگونه انجام شد. قرار بر این بود که بچهای هر دانشگاه تهران صنعتی، پلی‌تکنیک و ملی به طور جداگانه به چهارراه بهار آمده و از آنجا به سمت سفارت حرکت کنیم. هنگام آغاز حرکت بسیار تاکید میشد که مواظب نفوذ جنبشی‌ها در صفوف خود باشید. در آن موقع اعضا و هواداران مجاهدین را جنبشی مینامیدند. در همان هنگام تاکید فراوان میشد که هیچ کس مطلقاً حق داشتن اسلحه ندارد. در همین جا بایستی اشاره کنم که آنها حتی انقلاب‌های نظیر انقلاب مسلحانه خلق ویتنام و الجزایر را به پشیزی نمی گرفتند و معتقد به ابداع منش نوینی در تاریخ انقلاب‌های جهان بودند. خب این خیلی درسته این حرفش، از جهت اینکه مجاهدین سازمانی بودن که دست به اسلحه بردن، بعدتر یا قبلتر اصلا از علم مارکسیست در مبارزه استفاده میکردن. حالا هر چقدر هم که بخوایم سرپوش روی موضوع بذاریم میریم که قطعا از علم مارکسیست استفاده میکردن در مبارزهشون، در مبارزه مسلحانه، ولی خب عقاید مارکسیستی به اون صورت نداشتن. شاید مطالعات مارکسیستی میکردن، ولی از قبل از انقلاب حتی حزب جمهوری اسلامی، طرفدارای حزب جمهوری اسلامی، شخص خود آیت الله خمینی اصلا از مسلح کردن و به وجود آوردن خون و خونریزی میون اصحاب، مردم، سفارت ها فلان اصلا رد میکردن به قول معروف این موضوع رو. همونطور که چندین بار اعضای سازمان مجاهدین خلق به دیدار همین آیت الله خمینی رفتن و ایشون دستور دادن که اصلا دست به اسلحه بردن معنی نداره و نفیش کردن. ولی خب به هر حال از اول هم همین شکلی بودن و مجاهدا خب دست به اسلحه بودن. گروه های مثلا بعدها که ارتش آزادی بخش تشکیل دادن، به ایران حمله کردن و حالا غیره. ناگفته نماند که قرار بر این بود که در طول مسیر چند روحانی با ما همراه شوند تا به ما مارک جنبشی و حالا مارکسیستا قطعا
اشاره میکنه نزنن. بگذریم از این که هیچ یک از آنها پیدایشان نشد و فقط آقای موسوی چند ساعت پس از اشغال سفارت به ما پیوست. جالب توجه است که پس از اشغال جاسوسخانه دکتر چمران به منصوری سرپرست وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلفن کرده و میگوید که مجاهدین و فدایی‌ها به سفارت آمریکا ریختن و از او میخواهد که افراد را سریعاً بیرون کنند که البته چون آنها از قبل می‌دانستند که دانشجویان چه کسانی هستند اقدامی انجام ندادند. خب ببینید، من یه روایتی رو دارم، به شخص خودم یادم نیست از کجا شنیدم ولی گوشه ذهنم مونده، که صبحی که به همین دانشجوی پیرو خط امام به سفارت امریکا حمله میکنن، خبر به آیت الله خمینی میرسه و آیت الله خمینی میگن که به قول معروف برید اینها رو جمع کنید. دکتر چمران هم که میبینیم گفته بوده این داستان رو، اما بعدها یعنی چند ساعت بعد که آیت الله خمینی صحبت میکنه قشنگ از این حرکت دفاع میکنه، حرکت رو حرکت ضد استعمارگر میدونه. به هر حال انگار این دانشجوهای پیرو خط امام فقط انگار با امام هماهنگ بودن، یعنی با افراد بلندپایه سیاسی یا نظامی هماهنگ نبودن و حالا میشه گفت فقط با رهبر انقلاب و شاید کسای دیگری که تو همون نزدیکی امام بودن هماهنگ بودن. ادامه بدیم. اشغال سفارت، از وحشت آقای چمران در مورد اشغال سفارت که بگذاریم، این نمونه به خوبی نشان می‌دهد که افرادی که نمی‌دانستند در پشت پرده چه می‌گذرد این حرکت را تنها به افراد و نیروهایی که می‌توانستند نسبت دهند نیروهای انقلابی مثل مجاهدین. خب این از این بگذاریم، مثلا مهم نیست. به هر حال بدین ترتیب با حمایت سپاه به وسیله قیچی آهنبر زنجیرها را پاره کرده و به داخل سفارت ریختیم. همان گونه که قبلا هم گفتیم با شناسایی دقیقی که از محل سفارت داشتیم و پشتیبانی سپاه و غیره با مشکل مهمی روبرو نشدیم. قرار بر این شد که ساختمان مرکزی که بعداً فهمیدیم اسناد نیز در اینجاست محاصره کنیم. در این محل تفنگداران آمریکایی اقامت داشتند. در همین حال به علت ضعف برنامه‌ریزی هیچ گونه محافظتی از درب شمالی سفارت به عمل نیامد و در همان دقایق اولیه 6 نفر از آمریکایی‌ها توانستند از این طریق بگریزند. خب دیدیم که تو فکر کنم نامه قبلی بود که دیدیم خیلی آماده بودن. اون موقع که قرار بود تظاهرات جلوی سفارت باشه خیلی آماده بودن، ولی الان میبینیم ضعف داشتن. تفنگدارا دست به اسلحه نبرده بودن، آماده فرار نبودن، اسنادو تیکه تیکه نکرده بودن و حالا خب اینا هم از این ور ضعف داشتن. 6 نفر در رفته بودن. حالا از سرنوشت این 6 نفر بشنویم. این 6 نفر به سفارت کانادا پناهنده و پس از 2 الی 3 ماه مخفیانه ایران رو ترک کرده و دوباره به آمریکا گریختن. با نمونه‌ای که همکنون میگویم مشخص میشود این به اصطلاح عملیات کار خارق‌العاده‌ای نبود. آمریکایی‌ها بدون اینکه عکس‌العمل حادی نشان دهند حداکثر با پرتاب گازشگاور سعی در وقت کشی داشتند. به چه منظور؟ به منظور از بین بردن اسناد و مدارک. میدونیم خیلی اونجا اسناد بوده تو سفارت آمریکا، خیلیشو تونسته بودن از بین ببرن، خیلیش هم نتونستن، وقت نشده. ولی اینکه قطعا اونجا به قول معروف وسایل جاسوسی، اسناد جاسوسی بوده، همونطور که اشاره کردم، فکر کنم تو ویدیو قبل اشاره کردم یا اگر اشاره نکردم باز بهش اشاره میکنم. مرکز فرماندهی جاسوسی کل CIA در تهران بوده اون موقع و فرماندهیش از تهران بوده به قول معروف. پس خیلی اسناد، چه در اسناد جاسوسی از ایران چه اسناد جاسوسی از دیگر ملل ها داخل اون سفارت بوده. خب ادامه بدیم. پس از ساعتی مطلع شدم که پشت در یکی از قاف صندوق‌ها صدایی به گوش میرسد. بالاخره پس از نیم ساعت داد و فریاد و اخطارها که آقا در را باز کنید، صدایی از پشت در پاسخ داد که تا 1-2 دقیقه دیگر کار ما خاتمه خواهد یافت. معنی خاتمه کار آنها زمانی روشن شد که هنگام ورود به همان محل متوجه شدیم که تمام دستگاه خردکن کار میکنند و انبوهی از کاغذها خرد شده در اتاق پراکنده است. خب 2 تا نکته داره، یه نکته خیلی خارجی، یه نکته خیلی داخلش. اینکه
اونقدر مسلط نبودن به عملیات و اونقدر تجربه نداشتن که بدونن اونها اون تو دستگاه خردکن دارن، یا اصلا داخل سفارت دستگاه خردکن دارن، همونطور که همه سفارت‌ها قطعا الان داخل تهران سفارت‌های مهم دستگاه خردکن دارن. از جمله میشه مثلا فکر کنم به سفارت انگلیس اشاره کرد که قطعا داره و این ضعف عملیاتیشون رو نشون میداد، از این جهت که خیلی انگار آماده بودن تا یه حدی ها ولی خیلی نه. و از جهتی یه جایی داره میگه که 1-2 دقیقه دیگر کارمان خاتمه خواهد یافت. فکر کنم تو ویدیوی قبلی اشاره کردم، اینجا هم اشاره میکنم، خیلی خوب فارسی حرف میزدن، یعنی کسایی که داخل سفارت آمریکا بودن داخل تهران فعالیت میکردن بسیار فارسی رو خوب حرف میزدن. یه ویدیویی هست ملاقات آیت الله خامنه‌ای با یکی از کاردارهای سفارت به اصطلاح آمریکا بعد از گروگانگیری، اون ویدیو رو فکر کنم تو یوتیوب بزنید خیلی خوبه، یعنی اصلا یه جوری فارسی حرف میزنه تا یه جایی بدون لهجه قشنگ فارسی حرف میزنه، بعدش دیگه حالا مثلا معلوم میشه دیگه به هر حال یه ذره لهجه داره، ولی این جالبه که خیلی خوب فارسی حرف میزنه. ادامه بدیم. کوهی از اسناد از بین رفته بود که اسناد باقی مانده که بسیاری از آنها اصلا افشا نشد تنها جزئی از آنها هستند. اینها اسنادی بود که یا فراموش کرده بودند آنها را از بین ببرند یا به نحوی نتوانسته بودند و مجال این را پیدا نکرده بودند که بلایی بر سر آنها بیاورند و یا اهمیت آنها در مقایسه با چیزهایی که میبایست از بین ببرند کمتر بود. درست به خاطر دارم که در آن لحظات با عصبانیت به این مسئله فکر میکردم که با وجود اینکه گفته میشد مطمئنا اسناد مهمی در سفارت خواهیم داشت، چرا پیش بینی نشده بود که ژنراتور برق را که در همان محل کروکی ساختمان مشخص بود از کار بیاندازیم و مانع از بین رفتن اسناد جنایت آمریکا در ایران و افشای دستایی که سعی در به انحراف کشیدن انقلاب از همان آغاز داشتن بشه. خب خیلی از افراد با سفارت آمریکا ملاقات داشتن، همکاری میکردن در خرد و جز و حتی در مسائل بزرگتر با آمریکا خیلی مراوده داشتن و خب هیچ وقت معلوم نشد دقیقاً چه کسایی، ولی خیلی هم در اومد، سنداش افشا شد و در اومد. ادامه بدیم. به هر صورت سند زیر اولین سندی است که در همینجا پیدا کردم و برای نشان دادن به دوستانم به عنوان نمونه از اطلاعاتی که آمریکایی جمع‌آوری کرده بودن بیرون آوردم. البته برای اینکه این مسئله مورد سوء استفاده بعضی قرار نگیرد همینجا باید یادآور شم که بعداً نسخه ای را از این فتوکپی و اصل آن را بازگرداندم. اصلی هم که خب افشا نشده بود دیگه تکلیفش رو بعداً مشخص میکنه. یه عکسش رو قشنگ اینجا انداخته، سنده میذاره پاره پوره است، توی روزنامه عکسش رو انداخته. من آره فقط سرتیتر اینا رو میخونم چون به موضوع ما زیاد ربط نداره، اگه جالب بود بهش میپرداختم. خب سرتیتراشو میخونم. خب خلاصه‌اش اینه که یکی از ماموران کمیته خمینی در نیاوران عقیده دارد که ترکیب و ساخت کمیته امکان دارد دستخوش تغییرات قابل توجهی شود. اخیراً در پایان یک میمانی شام فلان، اینا که اصلا مربوط نیست، عضویت در کمیته رو داره توضیح میده، بازسازی کمیته، خطر از سوی چپ‌ها و مارکسیستا رو تحلیل کرده، سلامت آقای خمینی رو بررسی کرده تو این قسمت و اگه من شماره 7 رو بتونم پیدا بکنم، آره نظر مأمور سیاسی هم در انتهاش اومده. خب بریم به صفحه 21 این روزنامه. کلا اصلا روزنامه جالبیه، حالا بعدا اگه مثلا بیام شماره به شماره همش رو بخونم هم جالب میشه. خب ادامه بدیم به شماره 20 صفحه 21. بله خب بله بدین ترتیب جاسوسخانه آمریکا که به حق عمده ترین مرکز توطئه طاغوت بزرگ آمریکا در ایران بود در اختیار ما قرار گرفت که این کینه نه خب من باید روزنامه رو انگار جابجا کنم تا بتونم این قسمتاشو بخونم.
من که کینه عمیق نسبت به امپریالیسم در غرب خود احساس میکردم و این شعار مردم که از بد به انقلاب در گوش من زنگ میزد که بعد از شاه نوبت آمریکاست، با شور و اشتیاق و انرژی بسیار با دلی پرامید به آینده‌ای روشن چشم دوخته بودم که این حرکت ما میتوانست به دنباله داشته باشد. بر سر اسناد چه آمد؟ ساعت 9 همان شب از سپاه پاسداران برای بیرون بردن اسناد کامیونی مراجعه کرد به سفارت. اگرچه بعد با توصیه امام اسناد دوباره به سفارت برگردانده شد، ولی ما متوجه شدیم که برخی از اسناد به شکلی که وابستگی بعضی از دستاندرکاران را مشخص می‌کرد گم شده بود، چرا که بعدها به شرحی که بعداً باز خواهم گفت مدرکی از سفارت از جای دیگر سر درآورد. خب انگار یه سری از مدارک رو پیچونده بودن کسایی که اون شب اون چیز رو خارج میکردن و واقعا قابل تأسفه که هیچ وقت افشا نشد، هیچ وقت معلوم نشد چه کسایی بودن. بدین ترتیب حرکتی که از ابتدا با خلوص کامل و انگیزه آغاز شده بود در اولین گام‌های خود مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت، ولی ای کاش حتی بقیه اسناد افشا می‌شد. اگرچه بعداً به شرح بلاهایی که بر سر اسناد و افشاگری ها آمد بیشتر خواهم پرداخت، ولی در اینجا فقط به سخنانی اشاره می‌کنم که نیت گردانندگان این جریان در آنها به خوبی پیداست. آقای موسوی چند روز بعد از اشغال سفارت، هنگامی که از جانب بچه‌ها مورد سوال قرار گرفتم که چرا اسناد مهم را افشا نمی‌کنید، گفتم ما از ابتدا برنامه‌ای برای افشای اسناد نداشتیم و این اسناد هم به طور تصادفی به دست آمده و اصلا شاید آنها را افشا نکنیم. همچنین در جلسه‌ای که اولین شب پس از اشغال سفارت تشکیل شده بود، گردانندگان اصلی سفارت اصرار داشتند که اسرار را بی اهمیت جلوه دهند. ببینید این موضوع خیلی موضوع فراگیریه که تا الان هم ادامه داره. اگر معلوم میشد کیا با سفارت آمریکا بر ضد مملکت خودشون داشتن همکاری میکردن، اونا رو میگرفتن، اونا رو محاکمه میکردن، چه بدونم محاکمه حتی عادلانه میکردن و چه بدونم به هر حال بازخواست ازشون میشد، این تعارفاتی که امروزه در قبال بعضی از مسئولین وجود داره از جهت اینکه مثلا اگه فلان مسئول خودش یا فرزندش یه کاری انجام بده که خلاف قانون، خلاف عرف جامعه باشه، بازخواست نمیشه، یه حالت مثلا چجوری بگم، یه حالت محافظتی اون سمت براش ایجاد میکنه. اگر از همون اول انقلاب با افراد برخورد میشد، پاک دستی رواج پیدا میکرد، باور کنید به این وضع نمی افتادیم. حالا من نمیخوام اصلا نظر سیاسی بدم چون اصلا من برای این کار امروز نیومدیم اینجا، ولی به هر حال هر چیزی انگار یه ریشه ای داشته. من ریشه این قضیه که حالا ما دوچارشیم و از اینجا میدونم. حالا همه مسئولین قطعا چیز نیستن، دزد نیستن و شاید همشون هم پاک نباشن. تعدادی قطعا تو هر سیستمی مشکل دار وجود داره و کاش از همون اول برخورد میشد باشون. خب ادامه بدیم. طبق آنچه به ما گفته شده بود قرار بر این بود که سفارت را 3 الی 5 روز به عنوان اعتراض در اختیار داشته باشیم، سپس آن را رها کرده و به سر درس و زندگی خود بازگردیم. اما شور و استقبال مردم، مخصوصا پس از بسیج مردم توسط مجاهدین و همچنین با تحولاتی که در صحنه سیاسی جامعه ما با این حرکت به وجود آمد، نظیر سقوط دولت بازرگان که از پیامدهای همین حرکت بوده، قطعا در واقع مجبور شدیم که به اقامت خود در این محل ادامه دهیم. از این به بعد کنترل هدایت این حرکت توسط عده‌ای که نام شورای هماهنگی گرفتن انجام میشد که بعدها مفصلا به تشریح این موضوع خواهم پرداخت. برای من نیز از این پس دورانی آغاز شد که به مرور با تضادهایی در ذهنم مواجه می شدم که به سادگی نمیتونستم از آن بگذرم. به راستی در زندگی انسان‌ها دوره سرنوشت سازی خب دیگه به ما مربوط نمیشه، داره یه سری توضیحات بیفایده به موضوع برنامه‌مون میده. خب یه تیتری هم داره استقبال مردم که میدونیم چه استقبالی صورت گرفت، فیلماش هست، مستنداتش هست، مردمی که هر روز میمدن جلوی سفارت شعارهای ضد امپریالیستی، ضد امریکایی میدادن و این جهت. و
یه سندی کلیشه عین دستخط مترجم دانشجویان خط امام که ترجمه خلاصه است مربوط به سند آقای بهشتی، انگار یه سندی موضوع ملاقات با آقای بهشتی، ملاقات آقای بهشتی با سفارت آمریکا وجود داره که من اینو یه ویدیوی جداگونه دوست دارم بکنمش و بعد ادامه بدیم روند همین پشت پرده گروگانگیری رو. خب قسمت دوم همینجا تمام میکنم. خیلی متشکرم که قسمت دوم رو هم شنیدین. امیدوارم مورد قبولتون واقع بشه. در پناه خدا